بله سلام علیکم بفرمایید. الو. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری، خسته نباشید. سلامت باشید. بیننده گرامی لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟ من حمید هستم، از تهران زنگ میزنم. آقا حمید بزرگوار بفرمایید. 2 دقیقه وقت داریم، 1 دقیقه مال شما، 1 دقیقه مال من. آقای انصاری من فقط میخوام فقط از شما تشکر کنم. خدا وکیلی باور کنید الان یعنی خواب از چشم داره میریزه. هی میخواستم بگم چشم بسته میشد، ما یه جور بدبختی بالاخره گرفتم. میدونی چجوری گرفتم؟ گفتم خدایا کمک کن این تماس من بگیرم. همین کلمه رو گفتم، همین کلمه اتفاق تونستم شماره بگیرم. واقعا این حرفایی که شما میزنید واقعا خیلی دوست دارم. خود شما رو هم حرفاتون رو واقعا اصلا من موندم چقدر از شما تشکر کنم. اصلا حتی حساب نداره از شما، از برنامه خوبتون، کلا از سازمان برنامه شما. واقعا باور کنید من فردا صبح میخوام 5 صبح بلند شم میخوام برم سر کار. خدا رو گواه گرفتم که فقط شما رو بگم از شما تشکر کنم. سلامت باشید. واقعا این حرفو که زدید، من یه آدم گناهکار بودم ولی الان احساس میکنم نیستم، چون واقعا با این حرفی که شما زدید من اشک از چشم اومد بیرون. به اسم خدا وکیل اصلا من تا حالا اشک نمیریختم، گریه کردم به خاطر اینکه شما گفتین قرآن اینجوری بخونی 2 تا پاداش داری، در حالی که خودم تو خوندن قرآن مشکل دارم. ولی به خاطر این حرفای شما واقعا یه دفعه اشک چشم سرازیر شد. دیدم واقعا خیلی حرف خدا چقدر بخشنده و مهربانه. ولی آدمایی مثل حسینی و همسال حسینی ببین چقدر تو موقع ما خوندن که بدبختمون کرد، بیچاره‌مون کردن. من واقعا از شما تشکر میکنم. با اون جوانی که اول برنامه زنگ زد به اونم نصیحت میکنم هیچ موقع این دینشو تایید نکنه، دو دل نشه، نمیدونم کوک نورزه، نگی که من اینجوریم من اینجوریم. من واقعا از طرف خودم از طرف شما بهشون نصیحت میکنم که این امثال آقای حسینی، حرفای آقای حسینی رو اصلا ول کنن، بچسبن به این برنامه، بچسبن به حرفای شما. مثل منم جوان 24 25 سالم، منم عین اونم، عین خودشم. ببین من چه احساسی دارم، اون چه احساسی داره، من کجا و اون کجا. الله انشالله که خدا کمکشون کنه، خدا شما رو هم کمک کنه طول عمر بهتون بده که این برنامه تا آخر همینجوری پرملات ادامه پیدا کنه. یا الله مدد. یا الله مدد. تشکر. من پیشانی آقا حمید و امثال ایشون رو میبوسم که الله سبحانه و تعالی این ثبات و پایداری و ایمان رو به اونا نصیب کرده. تشکر از شما برادر گرامی. سلامت باشی، الله کمکتون باشه. زنده باشید. فی امان الله.